فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی در مورد آیه ولایت که انما ولیکم الله و رسوله هست، در مورد این آیه سوال کردن که در مورد چه چیزی؟ وقت این آیه که از این گذاشته بودن آیه ولایت، این ولایت و ولایت این دو کلمه متفاوت هست و معنی متفاوتی رو در واقع با هم دیگر دارن. و ولایت وقتی که میگیم یعنی با فتحش هست، ولایت هست و به معنی دوستی هست. و کلمه‌ای که از این استفاده میشه به معنی دوست یا من اسم فاعلش مثلا مولا هست یا ولی هست که معنی مفعولی رو هم داره، یعنی این که کسی که با یکدیگر دوست باشند و موالات هست و به معنی دوستی هست. اما از ولایت باشه به کسر باشه به معنی امارت هست و جانشینی هست و اون صیغه‌ای که از این استخراج میشه به معنی والی هست، نه ولی باشه. و این قطعا ما میدونیم که در این آیه لفظ ولی اومده، انما ولیکم الله، این دلالت بر ولایت دارد، یعنی به معنی دوستی هست و به هیچ عنوان نمی شود از این بحث امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه را در واقع استنباط کرد. و خود همین که ما بنگریم در اصل قضیه که امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه اگر قوی ترین دلیلش این باشه، پس بنابراین این ولایت و امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه واقعا دلیل نداره. اگر قوی ترین دلیلش این باشه که از این به مشکل می شود که ما ولایت رو برداشت بکنیم، امامت و رهبری رو برداشت بکنیم، پس بنابراین این امامت که بنای سست و بی بنیادی هست، همون گونه که خود علامه امینی در کتاب خودش این 10 معنی رو ذکر کرده، 27 معنی رو ذکر کرده که هیچ یکی از این معنی ها به معنی امیر، به معنی خلیفه، به معنی جانشین نیست. و در این باره ما در جلسات که در مورد آیه ولایت بود و در برنامه حجت بی حجت و منهاج السنه مفصلا مطالبی رو خدمت بینندگان عرض کردم.